such a quiet-looking girl like you have such wicked dreams up in her head? Though your eyes shyly blink at me, don't you think I see wicked dreams, wicked dreams? You're the blushing innocence they write about, coy and cool and utterly well-bred. But inside, locked behind the doors, a wild tiger roars. Your wild imagination can take you to new people, places and things. Suddenly a crazy thought can make you feel like you have wings. So it all depends on what you want in life. You can be a warm and loving wife, yet I know there are many who would encourage you to make your wicked dreams come true. سایت اینترنتی مشهد فیلم تقدیم می‌کند. شما از اینجا میتونید به راحتی برلن شرقی رو ببینید. در امتداد برج معروف براندنبورگ دیوار زشتی است. آن سوی دیوار افراد زیادی هستند که علاقه عجیبی به دویدن دارند. بعضی ها میدوند که هدف گلوله واقع نشوند و بعضی ها فقط به خاطر علاقه میدوند. از این دسته بهترینش پولا شولتز است. هم قطار شولتز، افتخار دارم که این بالاترین نشان افتخار را به شما بچسبونم. شما ورزشکار سال آلمان شرقی انتخاب شدید. دست بزنید. خیلی بسه. دولت شما اطمینان دارد که در مسابقات المپیک آینده پیروزی‌های بیشتری برای کشور خود کسب خواهید کرد. متشکرم، از همگی متشکرم. من نه تنها برای خودم بلکه برای تمام اعضای تیم ورزشی خودمون احساس غرور میکنم. ای شیطون، درست مثل یه وطن پرست واقعی حرف زدی. و همچنین برای تمام زنان جمهوری دموکرات آلمان. من هر کاری که در قدرتم باشه برای آزادی واقعی هموطنان همجنس خودم انجام میدم. شولتز، قرار نبود زیاده روی کنی. ولی هم قطار کلاوس، من فقط میخواستم تمام زنا بدونن. بله متشکرم پولا شولتز، ورزشکار خوشگل سال. بیزه بچسبونم معذرت میخوام. در این سمت در برلن غربی هم گروهی هستن که کارشون قاچاقه. قاچاق همه چیز، از فیلم گرفته تا فنجون، به شرطی که استفاده داشته باشه و اونها رو به کشتن نده. زرنگترین این قاچاقچی‌ها بیل میسونه. مبادا حقه بزنی بیلی. چی داره میگی راک؟ میشه من بهتون دروغ بگم یا بهتون نارا بزنم بعد از این همه معامله هایی که با هم کردیم؟ آره. وقتی که جنسای گرون تحویل تو میدیم مایلیم ازش پول دراریم. چرا 75,000 دلارتون از شلاسر گرفتم بهتون میدم، یه ساعت هم مطری نداره. ببینم بیلی داری به من حقیقت میگی دیگه ها؟ مبادا یهو این یارو شلاسر تو زد عذاب در بیاد ها. باور کنید رفقا شلاسر مثل موم تو دست منه. برای وارد شدن به برلن شرقی لازم نیست همیشه از روی دیوار، از وسط دیوار یا از زیر اون رد شید. ممکنه شما چیزی با خودتون داشته باشید که مأمور مربوطه به اون احتیاج داشته باشه. در این صورت شما به هدف خود خواهید رسید. اینا دنبال چی میدونن؟ تمرین برای المپیک.
تمام روز، تمام شب، تمرین. خوبه. اون مطلعه هر جا باشه راه رو به هم میاره. اون پولا شولتزه. اون قهرمانه. هیکل خوبی داره. من در رو باز میذارم و موتورم روشن نگه میدارم. کجا میتونم شلاسه رو ببینم؟ شما کی هستی؟ ویلیام میسون، روزنامه نگار. روزنامه نگار. حالا ممکنه شلاسه رو ببینم. شده چی بود؟ شما دیر رسیدین. ولی من باید اونو ببینم. بسیار خوب، اونم شلاسر. اون شلاسر تو کیسه. اون شلاسر تو کیسه؟ ده کیسه. این باید درس خوبی برای تمام افراد بازرسیه باشه. بله درس قشنگیه ولی من دوست ندارم. وایسا، شما میتونید در روزنامه‌تون بنویسید وقتی ما رابط غربی شلاسه رو پیدا کنیم همینطوری خدمتش میرسیم عزیزه. خدمت از ماست؟ یعنی از اوناست. شما چرا زحمت بکشین؟ افیدرزن. برلن غربی. یواش یا تو چرا گرونتر میشه. بیا بقیهش مال خودت. معذرت میخوام. متاسفم. هی تو اون قهرمانه ای؟ بله. سلام. حالتون چطوره؟ خوبه. میخواین بیاین تو تیم دخترها؟ راستش یه خود اضافه وزن دارم، میترسم قبولم نکنه. ولی بعدم نمیاد امتحان کنم. باشه. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 همقطار شولتز. چی کار دارین؟ من باید همقطار شولتز رو ببینم. شما باید در میزدید. شد؟ بله. اخجو همقطار شولتز. همقطار ریچمن. شما باید سر ساعت 4 به وزارت تبلیغات بیایید. چی شده؟ دیگه چه خطایی از من سر زده؟ هیچی. من خوشوقتم به شما اطلاع بدم که افتخار جدیدی از طرف خود آقای کلاوس نصیب شما شده. اون شخصا شما رو انتخاب کرده که نمایشگر چهره یک زن کاملا پیشرفته در آلمان شرقی باشی. مثل این نیست که آدمو به عنوان ملکه زیبایی آلمان انتخاب کنن؟ چرا قربت جانم؟ و شما باید خودتون رو به خانم کلاپوس در قسمت عکاسی معرفی کنید. به زودی عکسای شما روی آگهی‌های دیواری در تمام جمهوری آلمان دموکرات و همچنین در صفحه اول تمام روزنامه‌های دوینا ظاهر خواهد شد. دوینا امروز بعد از ظهر ساعت 4. و طبیعیه که شما خودتون رو کاملا خوشگل می‌کنید. از این بابت کاملا مطمئن باشین همقطار ریچمن و خیلی از شما متشکرم. و شما ناخاله ها دیگه بالش به طرف کسی پرت نکنید. قربون همتون برم راه رو باز کنید برم. خیلی جونم. حالا بهت تبریک میگم عزیزم. فکرشو بکن عکستو در صفحه اول تمام روزنامه‌های دنیا. فکرشو میکنم. ولی چی بپوشم؟ پولا تو حتما تو اون کیسه‌ای که تن ما میکنن زیاد جالب نمیشی. نه. پولا اگه تو لااقل یه همچی چیزی داشتی. فکر میکنم وقتش رسیده باشه.
حتما اینو از قاچاقچیا خریدی آره؟ تو جرأت نمی‌کنی اونو بپوشی؟ آه چرا جونم جرأت میکنم وقتشه یه نفر پیش قدم بشه مگه نه؟ البته. سلام. هم قطار کلافوس منتظر منه. از این طرف متشکرم. و اصل مهم اینه که هم قطار شولتز این شکل باشه. پس ما اونو روی تراکتور میذاریم اینجا. بله اینجا. کیه؟ عصر بخیر رئیس کلافوس. هم قطار میتلافر. سلام علیکم. خب چی فکر میکنین؟ ما چی فکر میکنیم؟ آره دیگه دستور دادن خودمو خوشگل کنم. حالا از خوشگلم خوشگل تر شدم مگه نه؟ و با آزادی بیشتر. نه من نمیتونم باور کنم. نه دخترای تیممونم نمیتونستم باور کنن ولی حالا همشون یه لباس مثل این میخوان. دستتو وردار. گوش کن چی میگم. اون لباسای کثافتو در بیار فوراً این لباس کارو بپوش زود باش. حالا شما به عالی جناب کلاس بگین زودتر برای خودش قهرمان دیگه پیدا کنه. خیلی بدقواره. وای خدا. بهت نشون میدم. صبر کن. قول میدی که دیگه تکرار نشه؟ خفه شو با رو تراکتوری یک دستوره. راستی؟ بله. حالا فرار کن ببینم کجا میتونی فرار کنی. فرار کن رئیس. یالا فرار کن. میتلافر. کمک کن. یالا رئیس. فرار کن. فرار کن رئیس یالا. بله فلا شدی. همه خراب شدن رو یعنی چه؟ خب ببینم اینطوری نتیجه کارتونه به من گزارش میدین؟ هم قطار کلاوس من دستور میدم شما اسای شولتز زندانی کنید خیلی زود. هم قطار شولتز؟ من خیلی متعیرم. منم همینطور. شما میدونین اون میخواد نمونه یه زن آلمان شرقی چی بپوشه اینو؟ و شما میدونید اون میخواد چی بپوشه؟ یک وجب از این که تنش بالاتر یعنی هیچی. یک وجب بالاتر یعنی همه چی؟ اون میخواد صورت و لباسو مثل یک نون شیرینی کشور سرمایه داری بزاک کنه. هم قطار شولتز زن نمونه آلمان شرقی یک کارگره، نه بزک نه دوزک نه درزک. شما به این میگین یه زن نمونه با اون لباسای عجیب و غریبه که پوشیده؟ وقتی که من تو مزرعه کار میکردم از این بهتر لباس میپوشیدم. حالا که اینقدر از تراکتور بدت میاد تو رو به جایی که اونا رو میسازی میفرستم. اجازه بدید این موضوع خیلی جدیه. من خودم شخصا میشنم این مسئله رو حلش میکنم. همه که بیرون یلا. میتلافر. سلام علیکم. بیرون. آقا چرا داد میزنی؟ خل شدم. پولا شولتز نکنه تو عقلتو از دست دادی؟ منو تیربارون کنین و خلاصم کنین. حالا نمیخواد اینقدر ننی من قریبم بازی. آقای کلاس شما هر چی دلتون میخواد بگین ولی من محال تغییر عقیده بدم. حتی اگه بهتون بگم که من با شما موافقم. شما موافق؟ آها. شما چیکار میکنین؟ نباید صدامونو بشنون. پولا من 100% با تو موافقم. ولی اول باید یه فکری بکنم که فوری حکم انتقال شما رو به کارخانه تراکتور سازی لغو کنن. من مطمئنم که شما میتونین منو نجات بدین. ما وجه اشتراک زیادی با هم داریم. بله همینطوره. ما هر دو صاحب قلب‌های دلیر، جسور و رویا پرور هستیم. همچنین صاحب رویاهای زیبای افراطی و نامشروع. ما مثل اون بی سلیقه هایی که دوره بر اون هستن نیستیم. پرونده تبعید شولتز به کارهای سخت در کارخانه تراکتور سازی. این فقط احتیاج به امضای شما داره. امضا نه، فقط انگشت. شما یک چیز فراموش کردید. اینطور نیست معاون کلابفوز من اینجا دستور میدم. من ایشونو در سمتی میذارم که برای ما سودمندتر باشن. میرم جرش میدم. دنبال من بیا عزیزم.
آقا دیدی تفسیر اینه؟ بفرمایید خواهش میکنم. اینجا خیلی قشنگه. البته. نگاه کن. خدای من. وای خدا چقدر نازه. من حس میکنم دارم خواب میبینم. بشکنم بگیر از خواب بیدار شد. زیاد عجله نکنید، از خواب بیدارتون میکنن. من مطمئنم که از کارکاسبی جدیدتون کاملا راضی هستید. بله و خیلی متشکرم. بازم متشکرم. بیرون مرد. افیدرزه. متشکرم. وای خدا جونم. شما منو ترسوندی. من شاهزاده رویاهای تو هم که برای انجام اوامر خدمت رسیدم. چطوری وارد اینجا شدی؟ من ترتیبشو دادم که آپارتمانای ما کنار هم باشه. آخه ما کنار هم بهتر میتونیم همکاری کنیم. راستی؟ ببینم مگه تو دلت نمیخواد یه زندگی از ما بهترون داشته باشی؟ خب میدونین چرا قربان، ولی تمام این جلال و تجمل برای یه کمک جزئی شخصی. منظورم اینه که شولز زیبای من، اینجا برای ما یه بهشت برین خواهد بود. خواهی سب کن اومدم. نگاه کن، کاکولم داری. چه کاکولی. هر وقت من شما رو تو این لباس ببینم تمام آرزوام برآورده میشه. عجله کنید، دیگه نمیتونم صبر کنم، طاقتم تاق شده. ولم کنی، چیکار داری میکنی؟ قطار خواهش میکنم. قطار خواهش میکنم ولم کنی. شما چطور شده؟ چقدر بی سلیقه ای. شما میخواین من اینو وسط روز روشن بپوشم؟ این لباس مخصوص شبه. این یه دستور شولز. یه بوت شامپاین عالی هم گذاشتم تو یخ. بیاید بذارید کمکتون کنم. زنگ زده. اینم که زنگ زدی باز نمیشه. تو نمیتونی وازش کنی، بذار خودم وازش میکنم. شاهزاده رویاهای من ترجیح میدم تو رو غافلگیر کنم. غافلگیر؟ آره غافلگیرم کن. آره حالا برو. برم. مال تو. مال تو. تمام دنیا مال توست. صدای زیپ شنیدم. چه موسیقی دلنوازی. این دامن کوچولوتون بود خوشگله؟ بله این دامن کوچولو بود. دامن کوچولوش بود. وای 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 وای. حالا چی در میاد؟ بلوز کوچولوتون؟ نه 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 نه. من میخوام بهترینشو برای آخر نگه دارم. قربون اون آخرتت. بیرم سرمو شونه کنم، یه فرق وا کنم. کلاس عزیزم من حاضرم. ای صبر کنید. من باید خودم آماده کنم، وگرنه از دیدار زیبایی بی نقص شما کورتر خواهم شد. اونم چه کوری، کور با عینک. وای قربون اون خزیدنیت. وای عشق من، زندگی من، گوشگو به من.
بمیرم برای تو خیلی خجالتی هستی. ببینید آقای کلاس بی خود خودتون خسته نکنید. من منظورم اینه که بی خود به دلتون اتفاقا وعده من ندین. از سرسختی زنها خوشم میاد. خیلی فایده داری. آقای کلاس بلند شید. این فکرای احمقانه را از سرتون بیرون کنید. من هیچ از شما خوشم نمیاد. متاسفانه دخترک بیباک من، تو باید یا من دوست داشته باشی یا تراکتورو. معذرت میخوام کلاس. خواهش میکنم منو ببخش. بخشیدمت. من نباید این کاری میکردم. خیلی متاسفم. چی کار داری میکنی؟ دستبرد جسورانه؟ ریچمن. بله. من از این تو در بیار. یا من در بیار. اگه یالا یه قدم جلوتر بیای اون شکم گندتو سوراخ میکنم. ریچمن چیکار داری میکنی؟ احمق دیوونه. منو در بیار. من از این تو در بیار. کله پوچ. کجا رفت؟ عجله کنید. اون زنو نگه دارید. کدوم زنو؟ برو کنار ببینم. گفته نگه دارم. برو گم از اون طرف. وایسا بگی به من با تو. یالا گلاب بگیر. نه گلاب نمیخواد. از اون طرف زود باش. بودو. اوه نه. اینجا جای خلوتیه عزیزم. هیچ کس اینجا نمیاد. تو مطمئنی عزیزم؟ بله مطمئنم. کاملا مطمئنم. صبر کن. بگیرینش. بگیرینش. چه ورود جالبی. تو از کجا اومدی؟ از کجا میتونم خارج بشم؟ از این طرف یا از این طرف؟ تو صحنه بهتره. باشه متشکرم. راحت باش عزیز، راحت باش. تو اینجا در امانی. سوالی ازت نمیشه.
میخوای پنهان بشی یا کار میخوای؟ چه کاری؟ هیچی. ما لباس قشنگ تنت میکنیم، رو صندلی کوچیک میشینی و ما تو رو به طرف تماشاچی‌ها تاپ میدیم، تو لبخند میزنی، براشون یادگاری میندازی. 200 مارک به علاوه حفاظت در مقابل دیوار. باشه؟ باشه. معذرت میخوام قربان، ولی برای دختر قبلی چه اتفاقی افتاده؟ اون برای تماشاچی‌ها خطر داشت. اون مرتب شکوفه میکرد. رو تماشاچی‌ها شکوفه میکرد؟ آره. اگر پولش رو بر نگردانید من یک هنگیرنده از خبر میکنم و شما مهمان مخصوص آنها خواهید بود. از لطفتون متشکرم عالی جناب. میخوام بگم دوست دارم. برام مهم نیست چی میخوای بگی. تو میخوای از امید ما در المپیک آینده به عنوان وسیله خوشگذرانی استفاده کنی. آیا تو میدانی اصل عمل این خبر در رانسم چه خواهد بود؟ بله قربان، من خیلی کوشش کردم که همکاری اونو جلب کنم. بله من خوب میدانم تو همکاری را به چی میگی. تخم آینه‌دار و شامپاین فرانسوی. شامپاین فرانسوی ها؟ او باید قبل از اینکه خبر فرارش به گوش مردم برسه به اینجا برگردانده بشه. قربان، هم قطار ویبر آماده عملیات است. ویبر بود بیا تو. بود. بله قربان. خب شما قربان شوش و دستگیر شده فض بفرمایید قربونتون برم، چرا که من خودم به تنهایی با این دستای کپلم 4 فراری رو برگردوندم. بله اونا 9 12 14 و 15 ساله بودن. معذرت میخوام قربان، هم قطار ویبر به سرسختی یک کرگدن وحشیه و صورتش هم همونطوره. بله برو بیرون. یالا رب قربان آیا من این دفعه از اسم مشتهار سابقم زیگموند هانس استفاده بکنم؟ برو بیرون. میگم یا بهتر برو بیرون. یا دورتمن استفاده بکنم. بایو تلفن آقای گریس مایر. بفرمایید. الو بلمیسون؟ بله. حالا چطوره؟ چقدر برام تموم میشه؟ خیلی ارزون. 75,000 دلار ناقابه که بتونم به اون آدم کشا بدم، راک و شریکش. حالا حتما چرا باید امشب باشه؟ من روز سختی رو گذراندم، دارم استراحت میکنم. منم همینطور. من باید حتما امشب ببینمت. الان میام اونجا. هانس گریس مایر دوست دارم. میخوام سر به ترد نباش. شماهرم دوست دارم. چقدر از دیدنتون خوشحال شدم. مشروب میخورید؟ مشروب دارید؟ میدونید الان میخواستم به شما تلفن کنم. میخواستی تلفن کنی که به همون بگی چرا ما رو اونجا کاشتی و نیومدی ها؟ و چرا شلستر پول جنسا رو نداد آق پسر؟ نگران نباشید، شما که حرفم با اون یارو شنیدید. اسمش چی بود؟ گریس مایر. گریس مایر، بله اون میده. خدا کنه اینطور باشه. فردا زور ولی این گوش کن، تو میتونی همین یه شنبه سرمایت رو 3 برابر بکنی، چون من محموله رو از دیوار رد کردم و با دوستایی که تو در برلین شرقی داری پخشون برات مثل آب خوردن میمونه. بسیار خوب. چی داری؟ برات میخونم. 500 صندوق ویسکی. ویسکی ها رو گذاشتیم تو جعبه هایی که روش نوشته شده بود خون و با 6 تا آمبولانس از مرز رد کردیم. زیرکانه است. 44 جعبه جوراب نایلون.
جوراب نایلون خوبه، همیشه خوبه. بفرمایید. جای مزخرفی رو برای جشن سالگرد عروسیمون انتخاب کردی. من ترجیح میدادم تو پیش قسط اون پارت و پوستی که به من قول داده بودی میدادی تا پولمون اینجا خرج کنیم. عزیزم اینجا غذاهای خوب و برنامه‌های جالبی داره. حتما یه مش لختی هستن. او عزیزم. نه اونم جگرگوشه هنگ بیل میسون کجاست؟ نه نگاه نکن، شاید از اینجا بره. ولی عزیزم من و بیل از بچگی با هم دوست بودیم. کجاست؟ لااقل میتونم بهش یه سلسلی کنم. آخرین باری که به اون سلسل کردی برات $1500 آقا. هربی جون، باربی جون، چقدر خوشگل شدی. بعد از نمایش میبینم تو. باشه. بچهای خوبی هست. خب نمیدونم الان چی داره قاچاق میکنه. حتما داره بقیه بنلن و به اون یارو گنده میفروشه. به من شیش نگو. تو فکر میکنی به اندازه کافی عضو سازمان CIA بودی که بدونی چطور پولمونو پس بگیری؟ گفتم 6. تو نباید بذاری کسی بفهمه شغل جدید من چیه. چقدر پوز میده. خانم ها و آقایان، باشگاه جوی جوی مفتخر از ستاره جدید رنگین کمان خود را معرفی کند. آره میبینمش. دست پاچه نشین بچه ها. ماکس تو اونو به دزدای با اسکار تا ماشین حاضر کنه یا با منم به کلاس خبر میدم که پرنده در قفس افتاده. دری میردم فکساتور نداری؟ به ارزش $15,000 در بطری‌های کلروفورم. جالبه نه؟ آره پس معامله میکنی؟ آره معامله میکنی. من با خودم میبرم. خوبه کار تموم شد. صبر کن بعد از نمایش درباره‌اش صحبت میکنیم. نوبت روباناست و جایزه بزرگ منو فراموش نکنید. مرد خوش اقبالی که موفق بشه آخرین تکه لباس دختر رنگین کمانو در بیاره میتونه اونو سر میز خودش بنشونه. اگه به یه روبان دست بزنی این آخرین سالگرد عروسی خواهد بود. حالا میام با شما سخت نگیری. میخوای باید معامله کنم؟ کمک کنم بیا سر میز ما. بسیار خوب چشم. قهرمان تویی؟ خواهش میکنم من از اینجا خارج کن. خواهش میکنم. همین الان چشم. مثل که معامله به هم خورده. قهرمان ببین چی میگم. من تو رو به طرف سر تا بینم تو پیاده رو چرا برای میخوای سرم حالا اینجا ولم کن. برو جلو. کمکش کردم. مجبورم کردی به زور متفصل بشم. بیا. راه بریم دیگه.
خیلی متشکرم که به کمک من اومدین. حرفش نزن، مهم نی. زخمی شدین؟ اوه نه، من همیشه بعد از شام سر صورت حساب زخمی میشم. میدونین من باید فرار میکردم، اون یه پلیس آلمان شرقی بود. شما کی هستین؟ بیل میسون. چطوری از دیوار رد شدی؟ پریدم. چیکار کردی؟ هیچی، پریدم اینطوری. حالا فهمیدم. بیا اینو بپوش. واضحه چرا میخوان تو رو برگردونن. از لحاظ تبلیغات براشون خیلی با ارزشی. ولی اونا نمیتونن منو برگردونن. متشکرم. چه قشنگه. ای بد نی. درویشیه دیگه. چک کنی. بیا اینو بپوش. همون اونجاست. اگه چیز دیگه هم احتیاج داشتی تو گنج است. متشکرم. خب قهرمان، شب بخیر. نه آدم کشو، من هنو پول نگرفتم. اینقدر زنگ بزنی جونتون درد. فکر قهرمان، من الان برمیگردم. احمقا. بله. با تو هم. قربان من الاغم. چه پرنده کوچولو هست توی قفس. و حالا چطور پرنده پرید از قفس؟ پرنده پرزد پرید از قفس. بابا مشکل کوبی تو مخم. البته من اونجا نبودم قربان. میبینید آدم به هیچ کس نمیتونه اطمینان کنه. اگه من اونجا بودم دیگه بهانه تراشیدم بسه. من دقیقاً 24 ساعت به شما وقت میدم که شرط رو به اینجا بیارید، وگرنه شما را از وسط نصف میکنم و بعد وای به خواهش سپردیمت. ای کله پوچ، گاهی اوقات من فکر میکنم که عمدن این بلاها رو سر من میاری. قطار کلاوز، شما چطور دلتون میاد این حرف رو به من بزنین؟ بله، وصلش کن. بله، من هم قطار کلاوز هستم. شما کی هستی؟ یه دوست. دلتون میخواد شولز رو دوباره بگیرید؟ هی، یک احمق دیوونه میخواد بدون آیا ما شولز میخوام یا نه. شولز؟ بله. شما کی هستی؟ بهتون که گفتم یه دوست. من میتونم فوراً تحویلش بدم. عالیه، واقعا عالیه. ما الان میایم میگیریمش. ولی این کار یه خود بر من خرج برداشته. مطمئنم که شما هزینه‌شو میپردازید. با کمال میل. بگو چقدره؟ $75,000. فکر میکنم خط خرابه. خب دربارش فکر کنید. من فردا صبح ساعت 10 دوباره بهتون تلفن میکنم. وای، صبح بخیر قهرمان. ناراحت نباش، من رو نیمکت خوابیده بودم. برو زیر پتو. همونجا بمون. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر آقای میسون. همینجا باشه، خودم میبرم. انعامی تو رو میذارم به حساب. متشکرم. قابل نداره. چیزی نشوتی، پیش خدمت صبونت آورده. متشکرم. چه بوی خوبی میده. خیلی گرسنه‌ام. تو کجا میری؟ میرم ببینم اون یاروها هنوزم دنبالت میگردن یا نه. در ضمن برات لباس بخرم. بهتره اندازه‌هامو بهت بدم. اندازه‌ها تو مغز من خالکوبی شده. لازم نیست بگم، خودت بهتر میدونی. تلفنو جواب نده، درم باز نکن. تا برگشتم میبرم این اسمتو تو پناهگاه ثبت میکنم.
وای خدای من، چه خبره؟ چه خبره؟ اینجا شما زیر تخت آقای میسون چی کار میکنید؟ مهم نیست، خودم میدونم. آقای اشمیرمن، من قبلا در هتلایی بودم که اینجور کارا رواج داشته، ولی اینجا یک هتل آبرومنده خانم. ولی اونطور که شما فکر میکنی نیست. البته که نیست، شما مجله میفروشید. خواهش میکنم، من پنهان شدم، من تازه از برلین شرقی فرار کردم. چه داستان جالبی. ولی حقیقت داره، آقای میسون ترتیب کارا رو میده. اینطور به نظر میرسه که آقای میسون ترتیب کارا رو قبلا داده. بیرون. ببینین من الان منتظر آقای میسونم برگردی منو به مرکز پناهندگی ببره. من به شما 30 دقیقه وقت میدم که لباس بپوشید و برید بیرون. ولی من لباس ندارم. خب حدس میزنم مجبور باشید لخت نام نویسی کنید. حالا عجله کن و از اینجا برو. بله وصلش کن. اونه؟ بله پیداش کن. باشه قربان، من حاضرم. قربه داشتم باشه میذارم زمین و اون بروجک رو در از 2 ثانیه پیداش میکنم. صبح بخیر دوست عزیز. درباره پیشنهاد من فکر کردین؟ البته دوست من، اصلا فکر کردن لازم نداشت. شما دیشب بی خود گوشی رو گذاشتید. چرا ما بخوایم سر شما کلا بذاریم ها؟ بله. کلا که نمیتونید بذارید. میدونم که شما انقدرام احمق و بیشور نیستین. او معذرت میخوام. پیداش کردی؟ بله. کجاست؟ همه جای شهر. همه جای شهر. آره. همه جای شهر؟ آره دیگه. حالم خوب شد. بنابراین اگه ما بتونیم مسئله هزینه رو حل کنیم میتونیم معامله رو انجام بدیم. البته این موضوع خیلی بی اهمیته. ما چه مدرکی داریم که اون پیش شماست ها؟ تا 1 ساعت دیگه اونو تحویلتون میدم. از معامله کردن با شما خوشبختم. راستی شما چطور میتونید در آن واحد هم اونجا باشید هم همه جای شهر؟ به کمک آینه. آینه؟ معذرت میخوام. بله. ممکنه آقای میسون تا حالا ترتیب این کارو داده باشه، ولی من میخواستم. آقای میسون؟ کسی به نام آقای میسون به اینجا مراجعه نکرده. شما مطمئنی؟ کاملا مطمئن. خب میدونین من تازه از آلمان شرقی اومدم و مایلم که بمونم. بله. اسمتون لطفاً؟ شولتز. پولا شولتز. پولا شولتز. به غرب خوش آمدید دوشیزه خانم. متشکرم. حالا ممکنه این ورقه رو پر بکنید. خیلی متشکرم. و من فوراً اونو به جریان میندازم. متشکرم. اینجا رو؟ همش رو لطفاً. دوشیزه شولتز، به برلین غربی خوش آمدید. ما منتظر شما بودیم.
منتظر من؟ شایعات. میدونین اجازه میدین من فرانک وبر از روزنامه تقابلات برلین غربی. روزنامه من خیلی مایل است داستان شما رو منتشر بکند و ممکنه خواهش کنم برای شرف قهوه با من به کافه هوفرن یا نه؟ والا خیلی متشکرم، ولی میدونین باید برگردم. باید یه نفر رو ملاقات کنم وگرنه اون خیلی دلواپس میشه. کی؟ آقای میسون، بیل میسون. آخه اون خیلی به من کمک کرد. پس بهشونم تلفن میکنم که بیان به ما ملحق بشن ستایی قهوه بخوریم. ولی 1 ساعت طول میکشه تا اوراق شما حاضر بشه. بفرمایید. خواهش میکنم دوشی زشوب دستمو بگیری. بفرمایید. شیشه عزیزم، ما مجبور نیستیم قهوه بنوشیم. در هر حال آشنایی با شما یک جشنه و به خاطر این جشن بهتره شامپاین بنوشیم. شامپاین؟ راستی میتونی؟ البته. آقا یه بوت از بهترین شامپاینتون برای این خانم زیبا و جوان بیاورید و یه دقیقه شب کنیم. برای منم یه آبجو کوچیک بیارید. من زخم معده دارم و خدا. عزیزم با تو نیستم. دختره کجاست؟ اول بگو پول این پرده رو کی میده شما؟ پرده مهم نیست، دختره کجاست؟ یا رفته تو اون کافه‌ای که ملوانا جمع میشن یا یه پیرمرد پولدار رو به تور زده. اگه مرد بودی همچین میزدم. بذاریم باش کنم. به سلامتی. به سلامتی آزادی جدیدتون. به سلامتی آزادی جدید. قلقلکم میده. خوبه بازم بخور. سلامتی. آزادی جدیدتون. آزادی جدیدتون. معذرت میخوام، من الان برمیگردم. آبجو خودم میدونی. البته متشکرم. معذرت میخوام خوشگله، با رقصیدن مخالفی؟ نه، چرا مخالف باشم؟ بریم به بقیه ملحق بشیم. آره. زبرا با شما صحبت میکند. من جواهر قیمتی گم شده رو پیدا کردم. زبرا، جواهر گم شده. زبرا امسال معنیش اینه که من از آلاسکا تلفن میکنم. آلاسکا. ببر، تو زبرا نیستی. تو مثل همیشه یه خرس سفید گنده بکی. تو از کتاب رمز پارسال استفاده کردی. الهی زخم معده‌ام منو بکشه، اشتباه کردم. یادداشت عوضی در آوردم. آزادی خیلی عالیه. آزادی؟ کدوم آزادی؟ من تازه از اون طرف دیوار اومدم. نه بابا. هی بچه‌ها، اینجا یه دختریه که از رو دیوار پریده. بزنین نوشایشی. به سلامتی دختری که آزاد شده.
اگه این دفعه اشتباه نباشه من آهوی وحشی زیبا رو در حفرای خیابان 14 پیدا کردم. آهوی وحشی رو پیدا کردی؟ آیا فکر میکنی بتونی اون آهوی وحشی رو اونجا نگه داری تا ما برسیم خرس سفید ها؟ من دارم با آهوی وحشی شامپاین میخورونم و تصمیم دارم حسابی مستش بکنم. مست دارم مستش میکنم. مست اگه ممکنه بفرمایید اینجا این ورقه رو پر کنید. متشکرم. معذرت میخوام. شما اسم شخصی رو به نام شولتز ثبت نکردید؟ چرا همینطوره. با موهای بلند طلایی و اندام همچین مکش برگه. هرمن شولتز. هرمن نه پولا. اوه نه پولا نه، خیلی متاسفم. خب اگه اینجا اومد ممکنه با من تماس بگیرین. بیل میسون، هتل لیندون. نگران نباشید، با شما تماس میگیریم. خوبه متشکرم. کثافت. معذرت میخوام آقا بشجاع، زخم معده. حالا گوش کن، به هر قیمتی شده نگرش دار، نذار با کسی حرفی بزنه وگرنه محکوم به اعمال شاقت میکنه. همه بیان جلو. همگی گوش بدین. یک راز بزرگ، یک سورپرایز بزرگ. خانم ها و آقایان اهل برلن غربی، دوستان عزیز و محترم، ویسکانسین، اهل تگزاس. چون شما اینقدر به من مهربونی کردین، در المپیک آینده من از طرف آلمان غربی شرکت میکنم. چی کار میکنی؟ هنوز من به شما نگفتم من کی هستم. خواهش میکنم لطفاً برگردین شر میجاتون بیاد. من پولو شورت هستم، بهشون بگو. تا در روزنامه ننوشتیم نباید به کسی بگی. تا در روزنامه ها ننوشتم نباید کسی بفهمه من پولو شورت هستم. تو زیادی مشروب خوردیده. پس شماها باور نمی‌کنی من پولا شولتز هستم؟ باور نمی‌کنی؟ بسیار خوب. خواهش میکنم برو هیلدا. خواهش میکنم خانم و آقایان، خواهش میکنم. این حقیقت نداره. هیلدا نمیتونه مشروب بخوره و هر وقت زیاده روی میکنه فکر میکنه پولا شولتز. به خدا من نمیدونم میخواد بازی کنه. نه یه دفعه صبر کن. میخوام بزنم رو هم. بزنینشون رو هم. بیشتر. نه اینطور نیست. بالاتر. بلندتر. یه خود داره. بیشتر. بازم بیشتر. آره بذار. برو بپر ببینم چی کار میکنی. برو جلو. معذرت میخوام. چی شد؟ برونیلدا خواهش میکنم بلند شو. خواهش میکنم. من پشت پا زدی. دروغ نگو، من چه پشت پا زدم؟ خیلی خب پس دوباره امتحان میکنی. نه نمیخواید امتحان کنی. خودتو ناقش میکنی دختر. خدا تو این حالا باور کردی من پولا شولتزم؟ خواهش میکنم بشینید. حرف اینو باور نکنین و یا بابا خودتون رو میگه. بیل عزیزم، تو به اینا بگو که من پولا شولتزم. اون برونهیلدا فون بروجش. بله این حقیقت نداره خیکی. تو بهشون بگو عزیزم. این زن برونهیلدا فون بروگس. ولی من همیشه خیال میکردم پولا شولتزم. برونهیلدا ما فکر میکنیم تو از پولا شولتزم بهتری. آیا دیدی از مشتی خودت هم نمیشناسی یا باله؟ عزیزم با من برقص؟ او خسته است. آره من خستم.
بسیار خوب. پس منم با این خرس خدا میرقصم. بیا بریم. یا میگه خش یا میگه خیچی، بعدم میگه برقصی. چه خبره؟ ببر چی کار میکنی؟ داره میرقصه. داره میرقصه. نه اینجا بلند شو اونو ببر طرف در. سربازای آمریکایی آدمای خیلی بدی. چی این حرف زده؟ نگفتم نگو ناراحت میشم. آقا این آدم دروغگویه، باور کنید که خودش این حرف زد. تو گفتی ها؟ خودش گفت. من نگو. چرا توهین میکنی؟ چرا توهین میکنی؟ میخوای کافه منو به هم بزنی؟ بیا برو بیرون. نه آقا تو گفتی که خودش گفت. شب کنی بابا، شب کنی. با دوستان من چیکار میکنی؟ با خدا اینو گناه داره. آقا یواش. حالا نمیشه با هم برقصیم. دو تا مامورن که دنبال تو میگردن. بیا. من نمیشناسم. بعدم با اون حرف میزنی. بیا. برو ببینم. برو کجا؟ پایین میبینمت. برو نیلجا، برو نیلجا. بالا شوز، بالا. ممکنه بیای بالا. بالا کجا میری؟ بالا. عجب مرخریه. سلام. بالا بیا به جون مامانم نمیزنه. خودتم برو اون تو پل بکنی. برشی میرم. و بعد طول رودخونه رو با شنا طی کردم در حالی که هیچ لباس تنم نبود و اون وقت راحت نیست. چه خبره؟ چه خبره؟ چه کار می‌کنی؟ بریم بابا جون. بریم. بای از این طرف محاصرمون کردن. قایم شو. یه جایی قایم شو. کجا؟ سرتو بدوش. کم کنین. ببر کجایی؟ من گرفتمش. سرش تو دست منه. سرش تو دست منه. من اینجام. بیا اینجا. سلام عزیزم. محکم باش. میخوام قلت بدم. آره. محکم بشی. پولا حالت خوبه؟ من پولا نیستم. برونهیلدام. برونهیلدی تو مشت کردی. بریم دختر. بریم بازم شامپاین بخوریم. شیش؟ باربارا خونه است؟ نه. دلت میخواد بدونی چرا؟ به پدرش به من چه مربوطه؟ برو کنار. ولم کن. به چه منظوری این رقاصه رو آوردی اینجا؟ اون فقط یکی 2 روز اینجا میمونه. پسر تو پاک خل شدی. باربارا هر دومون زنده میخوره. من فقط میخوام به خانومی که در خطره کمک کنم. در باز کن. میتونی؟ همینطور با نصب اون قد دراز در باز کن بابا. مورد مسخرگی. که این خانم در خطره ها؟ آره. خب باربارا وضعش خیلی بدتره. با لیوان زدن تو سرش، با لگد زدن تو دلش، لباسش هم پاره شده. من سعی کردم یک کلمه از تو دفاع کنم. اون چمدونشو بست و 2-3 تا فوشم نثارم کرد و رفت خونه عمه جونش. خب پس ما دیگه سرخر نداریم. حرف دهنتو بفهم حق باز وگرنه $500 تو نمیخوای. حالا داری عاقل میشی. آره بیا اینجا بریم. یه دقیقه صبر کن. به اون بگو بره اون طرف. چرا؟ برای اینکه اون جای باربارا خوابیده. فهمیدی؟ حیف اینکه جای اون خوابیده. بی بریم.
خدا جونم چه گرفتاری شدم. ممکنه انقدر جوش نزنی و خفشی؟ بهتره برم خونه عمه زنم و جریانو به باربارا بگم. اگه ما رو غافلگیر کنه روزگارم سیاس. جدا که کله پوکی. آره من باید یه جوابی برای این جمله پیدا کنم چون همه اینو بهم میگن. خب برو. یک بی ارزه دست و پا چلفتی گذاشتون از لای انگشتای کثافتی در بره. آخه من مریض بودم قربان. من زخم معده دارم اویو. دیدی نه یا بایا؟ مأمور شماریه که من که احمقی مثل تو باشه منم زخم معده میگیرم. ایشالله. غلط کردم. خیر نبینم ایشالله. بله وصلش کن. الو دوست من. خیلی خوب گمون میکنم حالا دیگه به تو ثابت شده که پولا شولتز واقعا در اختیار منه. اوه خوبه. ما مجبوریم رسیدگی کنیم به خاطر حفظ ظاهر. میفهمی؟ آره ببین من فردا زور تو پارکتان حاضرم. اگه واقعا میخوای خوش حساب باشی یه نفر رو با $75,000 بفرست اونجا وگرنه من اونو تسلیم مقامات برلین غربی میکنم. فردا ظهر به شما قول شرف میدن. بای بای. خوبه من رو اولین نیمکت میشینم و کراوات قرمز میزنم. کراوات قرمز؟ قرمز؟ این رنگ محبوب ماست. به خاطر همینه. خب معامله میکنیم دوست من؟ بله که میکنیم دوست من. معامله میکنیم. من نتونستم بخوابم. منم بیخوابی زده به سرم. تقصیر منه. راستش همینطوره. معذرت میخوام که مزاحمت شدم. خب اون پیرنخوابی که پوشیدی کمکی به بیخوابی من نمیکنه. امیدوارم خانم سوینی ناراحت نشه. ولی جدا رویاییه. آره درسته. میخوام ازت تشکر کنم که چند تا از رویاهای منو به واقعیت تبدیل کردی. شالیه محبوب. متاسفانه عوضی گرفتی شولتزی. من اونقدرام که فکر میکنی تعریفی ندارم. به نظر من که داری. خب پس دوباره شب بخیر. شولتزی شوالیه تو احتیاج به مشروب داره. تو هم میخوری برات بیارم؟ خب گمان میکنم حالا که آزادم میتونم هر کاری که دلم بخواد بکنم. ولی امشب فقط یه لیوان سودا لطفاً. باشه. ویلیام سیلوستر میسون. مبادا جلو کسی منو به این اسم صدا کنی ها؟ لبای من مهر شدن. خوبه. بیل تو فکر میکنی؟ آره اگه بتونم نمیذارم. تو نمیذاری من حرفمو بزنم. فقط میخواستم بگم آیا صلاحه که فردا صبح به مرکز پناهندگی بریم؟ مرکز پناهندگی؟ آره صبح اول وقت میریم اونجا. ویلیام میسون تو ماهی. اگه این حرفو نزنی خیلی ازت ممنون میشم. به منم بیشتر از نیزه‌ای که باهاش میپری اطمینان نکن. حالا بلند شو برو بخواب. خب هر آدمی یه وقتی مجبور میشه به یکی اطمینان کنه، اینطور نیست؟ آیا در دنیا هیچ چیز جز شک و تردید وجود نداره؟ چرا شولتزی؟ چرا؟ به شرطی که شانس پیدا کردن یه همچین آدمی رو داشته باشی.
شاید ما با هم پیداش کنیم. شب بخیر. سیلوستر سیلوستر بام برام بام. کیه؟ من هری پسم. هربی کوچولوی ملوسن. موضوع چیه؟ چه چیز مهمی بود که پای تلفن نمیتونستی بهم بگی؟ من همیشه میتونم رو تو حساب کنم، مگه نه؟ نگاه کن، اگه من یه بار دیگه به تو پول قرض بدم باربارا منو میکشه. یارون باش بابا، فکر میکنم بالاخره پیداش کردم. $1500 نه، از اون بهتر. عشق. عشق؟ و خوب میتونم ازش استفاده کنم. ببینم نکنه میخوای بگی عاشق اون رقاصه شدی؟ اون رقاصه پولا شولتزه. جدی میگی؟ پولا شولتز؟ خودشه و یه عده برای گرفتن اون انقدر بیتابی میکنن که حاضرن $75,000 در ازاش به من پول بدن. خب حتما تو موافقت نکردی که اونو بفروشی. همچین کردی؟ من خدا یه آدم چقدر میتونه پست باشه. الان بهت میگم چقدر. اگه من $75,000 گیرم نیاد سرم از تنم جدا میشه. اسم راک شریکش شنیدی؟ میخوای بگی که تو هم با اون همکاری میکنی؟ هیچی نمیخواد بگی. خدا جون اگه رئیسم بدونه که من تو رو میشناسم. من از کجا میدونستم که عاشق میشم؟ بیل تو میدونی چی کار داری میکنی؟ دختر فروشی از کشوری به کشور دیگه. به این میگن بردگی سفید. آها این یه جرم بین المللیه. پلیس بین المللی میتونه تو رو دستگیرت کنه. سازمان ملل، سازمان CIA. CIA؟ من عضو CIA هستم، میتونم دستگیرت کنم. تمامش تقصیر توه دیگه. تو $1,500 تو میخواستی، درسته؟ تو هم تو این کار دست داری. یعنی من تو دختر فروشی دست دارم؟ دلت میخواد باربارا رو بفروشی؟ کسی اونو قصی هم نمیخره. خب هر کاری میخوای خودت بکن، کاری از دست من ساخته نیست. همین باشه. خیلی بد شد. آدم دیگه رو بهترین دوستش هم نمیتونه حساب کنه. ببین من فقط پول تو جیبی هفته آینده‌مو از باربارا گرفتم. $45 این پولا رو به لندن میرسونه. بیا یه دقیقه صبر کن. بیا سوینی، من هرگز تو رو فراموش نمی‌کنم. ولی از خدا میخوام فراموشم کنی. خیلی خب برو. جای میری بیلی جون؟ مثل این که ما قبلا حرفامون رو جواب سوال منو ندادی. سوال چی بود؟ جای میری؟ آره میخواستم رختچرکامو ببرم بیرون. ببری به لندن؟ میخواد بره پول ما رو از انگلیسا بگیره. دخترم توی چمدونه. ببینید رفقا، من میخواستم با انگلیسا چند تا قرارداد پرمنفعت ببندم که خیلی به نفع شماست. بعد میبینمتون. با اجازه. تو کلاه. اگه تو زنده نباشی خودمون بی درد سرتر میتونیم کار کنیم. بسیار خوب. منو بکشید ولی پولتون از بین میره. من فقط به وقت بیشتری احتیاج دارم. وقت تمام شده. ما به حرفاتون گوش میکردیم. خیلی بد میکردین. گوش وایسادن کار بدیه. اینطور به نظر میرسه که شولتز تنها کسیه که مشکل ما رو حل میکنه. وزنش چقدره؟ در حدود 125 پوند. چطور؟ به حساب دقیق میشه در حدود پوندی $600. یعنی 75,000. درسته. این ما رو با هم کاملا بی حساب میکنه. اینطور نی؟ دستورد راک، تو که یه وقتی لوتی بودی، تو چطور دلت بیاد این دختره که ملوس رو بندازی اون طرف دیوار ها؟ یعنی دلت بیاد از تو هر کاری ساخته است. ای تو نمیخوای شولتز رو به اونا بدی؟ ما میدیم. حالا بگو بیاد پای تلفن، ما بهش یاد میدیم چیکار کنه. یالتو کن بخور.
بیا بغل مامانت بابوشونه. باران در اسپان بیشتر در دشت میبارد. این رمز جدیده، هم قطر کل خر. خیلی خوب دعوا نکنیم، بگی ببینم پول کجاست. عجله نکن دوست من، شولز کجاست؟ اونجا رو نیمکته، بری بیا. اونه؟ اسکار، ماکس. خب ما رفتیم. تو بشین. سگ طوله بزرگ قهوه‌ای دشتا بالا بله بیاری کن. یلا بلش میرم. نه خانم عوضیه. جسه چی گشت زده؟ این که شولز نیست. سهم منو بدی فلنگو ببندم. اینم سهم تو. دستا بالا خاک بر سرم. اون کجاست؟ اوه نه ناراحت نشو رفیق. تومه اصلی اونجاست. اونا اونجاست زیر مجسمه زن یونانی نشسته. قشم میخوری؟ میشه من به تو دروغ بگم؟ بهت اطمینان میکنم تو صورت نجیبی داری با خودم. راک بیا راک نزد اون ظالمو بگیرنشون. اینم دستمزدی که تو قرارداد نبود بیلی جون. پس سهمم چی میشه؟ متاسفم بیلی جون، ولی تو برای برگردوندن سرمایه ما خیلی خرج تراشی کردی. من پام شکسته تو رو خدا فرار نکنی. افتادی تو کله. قربان خوشتون اومد. دیدید چه خوب گرفتمش یومایو. خب آقایان محترم و دوستان عزیز خیلی خوش آمدید. ارادتمندم. شما هم اینجایی؟ میدونی خیلی خوشحالم که بالاخره دستگیرم کردی. من جدا دلم براتون تنگ شده بود. میدونستم به من علاقه مندی. قربان علم میام کمک. بلند شو از روی من، بلند شو گنده بک. از روی من بلند شو. تعقیبش کنید. نمیخواد دشتمو بگیری. شرمانم ماما شرمانم. لعنتی واسم فرار کرده. باشه نخورین هم قطاران. تا اونو دستگیر نکرده ایم استراحت نمی کنیم. آقای سوینی دختر اینجا چی کار میکنی؟ کمکم کنین، یه عده در تعقیب من هستن. این لباس بارباراست؟ آره. ببین لباس باربارا رو چی کار کردی؟ وای خدای من، اون منو میکشه. آقای سوینی خواهش میکنم شما باید به من کمک کنین. آقای سوینی ببین تو باید فوراً این لباس رو در بیاری. باید قبل از اینکه زنم بیاد از اینجا بری. وای
برو بیرون. آقای سوینی خواهش میکنم، من به کمک شما احتیاج دارم. چی شده؟ آقای سوینی زیپ گیر کرده. آخه مگه من زیپ کشم؟ شما چی کار میکنی؟ خودتونو بپوشونین. آقای سوینی قلقلکم میاد. خمشین. آقای سوینی یواشتر. مواظبم. یواشتر. دردم میاد. مواظبم. سلام عزیزم. زیپت بدجوری گیر کرده. تو بدجوری گیر کردی. یه دقیقه صبر کن عزیزم. بذار بهت بگم. خانم سوینی گوش کن عزیزم، این دختر بیچاره یه فراریه و من به عنوان یه مأمور CIA یکی از وظایف سریم اینه که اونو پناه بدم. و من به عنوان همسرت یکی از وظایفم اینه که داخل تو رو عزیزم گوش کن. بیل عزیزم. پولا بیل عزیزم، فکر نمی کردم دیگه تو رو زنده ببینم. منم همینطور نزدیک بود از قصه بمیرم. تو نجاتش دادی؟ زنده باشی رفیق عزیز. از کجا پیداش کردی؟ بذار بهت بگم کجا پیداش کرده. تو اتاق خواب من. عزیزم باید قول بدی که دیگه هیچ وقت منو تنها نذاری. هیچ وقت. قربونتم میرم، از این به بعد 24 ساعته مواظبتم. هیچ کدوممونم اینجا تکون نمیخوریم. ما که جایی به این خوبی داریم. بیرون بریم چیکار کنیم؟ چه شانسی، مهمون دارم شدیم. تو به اون نگفتی این کیه؟ به هم مهلت نداد. این پولا شولتزه و منم باربارا سوینی هستم. باربارا اهل ورزش و این حرفا نیست عزیزم. این پولا ورزشکار نامی آلمان شرقیه که رکورد جدیدی در پرش ارتفاع و پرتاب نیزه به دست آورده. پس چطور نتونست اون زیپ رو باز کنه؟ نمیدونم. میدونی چند نفر در تعقیبش هستن، ما باید بهش کمک کنیم. میخوان بدزدنش، قسم میخورن. منم قسم میخورم. همین الانم در تعقیبش هستن. کیه که نباشه؟ نگاه کن، من باید یه جای اونو مخفی کنم تا وقتی که ترتیب خارج شدنشو از کشور بدم. حدس بزن اونجا کجاست مغز متفکر؟ والا به هتل سوینی خوش آمدین. کوچولوی تفلکی. خیلی متشکرم خانم سوینی، خیلی لطف دارین، واقعا متشکرم. نه تنها لطف داری بلکه نازنینی باربی جون. من به شما دو نفر خیلی مدیونم. تقریبا $1500 با نزول 6%. ببینید، بذارید منم کاری در حق شما بکنم. تا وقتی که من و پولا اینجا قایم شدیم چرا شما از آپارتمان من تو هتل استفاده نکنید؟ خوش بگذرونید مثل ماحصل دوم. به خرج من حساب رقص و شام و چیزای دیگر رو فقط امضا کنید. یعنی ما میتونیم در عرض 48 ساعت به اندازه $1500 غذا بخوریم؟ خب بد نیست امتحان کنیم. هی پیشنهادتون رو قبول میکنیم. خوبه، من با مدیر هتل تماس میگیرم. کی باید صورت حساب هتل بپردازیم؟ دوشنبه. خوبه، ما یک شنبه شب معذرت میخوام. بیاید من یه چیزی بدم شما بپوشید که داکمه داشته باشه. خب که عشق حلال مشکلات. حلال هیچی نیست. بیا مشروب بخوریم. هی حالا واقعا در تعقیب شولتز هستن یا این حقه جدیدی برای صابخونه شدنه؟ نه تنها در تعقیب اون هستن بلکه در تعقیب منم هستن. خب تو رو دیگه چرا تعقیب میکنن؟ من باید $75,000 به اون کلاهبردارا بدم. و اگه ندی اونا سرتو میبارن، درسته؟ تو خیلی باهوشی. راه حلش چیه؟ آسونه. تو باید $75,000 به اونا بدی. سازمان CIA باید به وجود تو افتخار کنه. اگه میخوای واقعا در امان باشی من میتونم به جرم دختر فروشی تو رو به زندان بندازم. صبر کن ببینم. فکر میکنم پیدا کردی. درسته؟ اگه آلمان شرقی حاضر باشه برای پس گرفتن پولا شولتز اونقدر پول بده، حتما دولت ما از خدا میخواد چند هزار دلاری واسه به دست آوردن یه پیمان شکن مشهور بده. درسته؟ چه تبلیغ خوبی واسه ما میشه. آمریکا پولا شولتز را پناه میدهد. یک نجات دلیرانه توسط یک دوست باهوش به نام H سوینی. آره من خیلی دلم میخواد ترقی کنم و این میتونه مسببش بشه. آره یلا بیا بریم تلفن کن.
من به رئیس تلفن میکنم و میگم فوراً یه چک $10,000 بفرسته. 10,000 این مبلغ یا اونو روونه آمریکا میکنه یا ما رو روونه زندون میکنه. خیلی خب نترس، پس فقط به اندازه‌ای که بتونیم مخارج مسافرت شولتز رو تا آمریکا بدیم. عوضش منم اون $1,500 که ازم طلب داری بهت میدم، باشه؟ خب حالا شد یه چیزی. باربارام از این عمل خوشحال میشه. خوبه. فقط رئیستو متقاعد کن که اگه دیگران حاضر باشن $75,000 بدن، شماها باید خیلی بیشتر بدین. یعنی نوتا رو قبول میکنن؟ خب ما نباید در انظار جهانی خودمونو جدا جلوه بدیم. درسته نایزی. سوینی جان، من یه فکری دارم. منم همینطور. نه اول میخوام با هم صفا کنیم. هرچی تو بخوای عزیز دلم، تو فقط دستور بده. نه میخوام بریم پایین تو بار یه خود مشروب بخوریم، بعدم برقصیم. مگه خل شدی؟ سینما بیشتر به حال ما جور در میاد. ولی رقص منو حالی به حالی میکنه. من از رقص بدم میاد، خستم میکنه. امشب نه ببر من، امشب تو درنده این باربارا بیا لباس بپوش، بیا دیگه بیا. چطوره؟ عالیه. میبینی مردی که با من ازدواج کنه نه تنها یک ورزشکار قهرمان، بلکه یه آشپز قهرمانم به دست ما یه عمر به خوشی زندگی خواهیم کرد. میدونی پولای عزیز، از فردا تو زندگی جدیدی رو شروع میکنی. عزیزم من نمیدونم بدون تو چی کار میکردم. دیگه فکرشم نکن. بیل؟ آیا فکر میکنی عاقلانه بود که بذاری سوینی و زنش با آپارتمان تو برن؟ میدونی اونایی که در تعقیب من هستن ممکنه اونجا عقب من بگردن. اینقدرام خیلی نیستن. در ضمن اونا میدونن ما اینقدر احمق نیستیم که با اونجا برگردیم. خب اگه اونا عاقل باشن ممکنه اشتباها فکر کنن که ما احمق نیستیم، بنابراین بهتره ما موقتا خودمونو به خریت بزنیم و این احمقانه ترین حرفیه که تا به حال شنیدم. خب بس بهتره یه حرف دیگه بزنم، شاید این یکی احمقانه نباشه. اگه خدایی نکرده اونا زرنگ باشن ما باید زرشک باشیم، یعنی آب زرشک بفروشیم. شو اگه میخوای بری آپارتمان میسون رو بگری برو خرس سفید گنده بک. بسیار خوب قربان، یعنی چشم قربان، دردتون تو چشام بخوره. الهی میدونی خوب که فکر میکنم، میگم شاید اونا اینقدر زرنگ باشن که بفهمن ما فکر میکنیم احمق نیستن. هی تو راجع به چی حرف میزنی؟ کلاس و رفقاش ممکنه برن سر وقت سوینی و زنش. مثل که تلفن داره زنگ میزنه. حتما با بیل کار دارم، با من کاری ندارم عزیزم. اونا حتما خیلی خوشن، تلفن رو جواب نمیده. محمد برم اونجا. منم با تو میام. مگه خدای نکرده عقلت کم شده؟ قولی که به من دادی فراموش کردی؟ کدوم قول؟ که دیگه هیچ وقت منو تنها نذاری؟ اینم سزای پرحرفیم. بریم. بله مرغک پرتلایی، من عقاب کچل. اونا اونجا مواظبشون با شما الان میرسیم. حالا دیدین پیشنهاد احمقانه من عاقلانه ترین کاری بود که تا به حال کرده بودن؟
مرغک پرکلایی، تو نباید از اینکه به تو لقب احمق بی ارزه بی لیاقت میدم ناراحت بشی. منظور توهین نداره. بخشیدم آقا به کچل و شجاع. بله من خیلی شجاع. نباید فقط اینجا منتظرشون بشیم، اونا هر جا باشن دستگیرشون میکنن. شاید رفتن پایین تو بار. بیا. امشب فقط با رقصیدن گذشت. عزیزم من از کجا میدونستم ارکستر نصف شب تعطیل میکنه؟ تو نمیدونستی، ولی من به اونا گفتم زود تعطیلش کنم. سایبی تو چه سالم بلایی. بیا. باز قایم میشی، پشیمون میشی، تو پشیمون میشی. باسیمونا قایم شدی اون زیر. منو کجا میبری؟ اینا یعنی کجا رفتن؟ من میرم یه سری به کاباره سر خیابون بزنم، فوراً برمیگردم. تو چراغا رو خاموش کن، دررم قفل کن. بیا دنبال من بیا. عجله کنید اونا دارن ما رو تعقیب وای صدا که ببرید. خدای منه. بیا نه خب بیا چی رژیم بودی لاغر بشی بدونی کافری. برگشتیم سر جای اولمون. شدت که ببا باید میاد یه کاتاره بهت میشنم. سوارشی خب خودتم بیا بالا دیگه. شیرین کاشی هم قطار ببر. این فقط ثابت میکند که امکان دارد احمقانه ترین چیزها عاقلانه ترین چیزها باشد. خب دیگه بسه، فهمیدم چی میخوای بگی. من میدونستم که تو بالاخره مال من میشه عزیزم. تو دیگه کی هستی؟ هرس سفید این جیرجیرک دیگه کیه؟ این باید پلاشوس باشه، مگه نیستش آقا بشجا؟ سب کن تا به سوینی بگم اون وقت. چرا اینطوری شده؟ شرشو بکن. ماشینو نگردار. ماشینو نگردار. سوین
سلام عزیزم. حالت چطوره؟ حالم چطوره؟ فکر میکنی حالم چطور باشه؟ خوبه میمونه گنده. من تمام شب تو زندون گذروندم. 15 دفعه به تلفن زدم. تو کجا بودی؟ عزیزم من خوابم برد. ببخشید با اجازه. من خوابم برد. اون دوست نکبتت ببین منو به چه روزی انداخته. بدش من میکشمش. اون دوست منه و خودم میکشمش. تو هم کسی رو که من دیدم دیدی؟ بله خودی. تعقیبش کن. برام یه مشروب درست کن. یه مشروب بزرگ. خیلی خوب. شما دوتا کجا بودین؟ ما دیشب همه جا رو گشتیم و پیداتون نکردیم. نمیتونستین پیدام بکنین. شرلوک هولمز هم نمیتونست منو پیدا کنه. حالا بابی جون من اون منسون چخم کجاست؟ رفته سر خیابون الان برمیگرده. اتفاقی افتاده؟ خب من پیشنهاد میکنم سرکار بیرون منتظرش بشین. دیگه اجازه نمیدم یه دقیقم تو خونه من باشی. یه دقیقه صبر کن، تقصیر پولان نیست. دهانتو ببند. من باعث ناراحتی شما شدم خانم سوینی. بیرون. متاسفم. بیرون. اون لباس هم بعدم برام بفرست. مشروب بده. بفرمایید عزیزم. اگه دوستت میسون بود اونم بندازش بیرون. چشم عزیزم. خانم از اینکه مزاحم شدیم متاسفیم. لطفاً بفرمایید پولا شولتز کجاست؟ این جونه برا منو دزدیدن. دستگیرشون کن سوینی. چشم عزیزم. دشتا بالا و الا بی حرکت فهمیده؟ اون کجاست؟ دهنتو باز نکن باربارا ببند. این از بهاناته. چه عجب یک کلمه حرف زدی. خواهش میکنم شما ما رو مجبور میکنید به زور متوسل بشیم. آقایون اگه تکون بخورید دستشو میشکنم بهشون میگو هفتیراشونو بده. درو باز کنی. فولا کاری از دست دو بر نمیاد. برو درو باز کنی. فولا میگم برو. عزیزم خواهش میکنم بذارین برم. فولا بهت گفتم از اینجا برو. معذرت میخوام. معذرت میخوام عزیزم. من همقدر شوز الهی درد ولد بخوره تو سرم. اگه شما با میل خودتون به کشورتون برگردید ما مستر تقصیر شما میگذاریم. میدونید خانم ما تنفر داریم به زور متوسل بشیم. چون ما مردمان مهربانی هستیم و شق نباید گذاشت که شما تو پرش و دو بی‌نظیری جون آقام. و تو جیب زدنم بی‌نظیره و این کاریه که باید به محض اینکه به خیابون رسیدی بکنی. پلا فهمیدی؟ اینجا رو دیگه کور خوندی. همقدر شولتز بیرون. فهمیدی؟ اوخی. مأمور سوینی؟ این ایکبلیه. سیایه؟ این آقا رو زندانیش کنیم با خدا تخشیش طرف مربوطه همینه. بله درسته خودشه. بله خودشه. خب به غرب خوش آمدید دوشیزه شولتز. یک لحظه صبر کنید. همقدر شولتز داوطلبانه به آلمان شرقی برمیگرده مگه نه؟ نه. ما قبلا با این مرد معامله کردیم با این بوزینه. اون معامله به هم خورد عزیزم. تو با این آقایون برو من یه دقیقه صبر کنید. کی اون 75000 دلاری رو که برای دوشیز شولتز پرداختیم به ما پس چرا داری دروغ میگی مرد حسابی عزیزم؟ صبر کنید یه دقیقه صبر کنید. ما الان 9000 دلار دادیم که بیاد به کشور ما. سوینی تو این کار دخالت نداشته. این مرد شیاده که مسئول همه چیزه. اون اگه بتونه مادر بزرگشم میفروشه. عزیزم من بعداً برای توضیح میدم. برام توضیح دادن. هم قطار کلاس؟ اگه شما مایل باشید بمونید ما ترتیبشو میدیم. این بستگی به میل شما داره. بمون دیگه. چیزی نیست که تو اینقدر ناراحت شدی. معذرت میخوام. بیا عزیزم. بور شدی. آره بور شدی. برو باش. اخ مامان من جا موندم. من جا گذاشتی. از این جریان متاسفم. یه دقیقه صبر کنین.
اینم با خودتون ببرین. میخوام آپارتمانم رو ضد عفونی کنم. و این باز مچرم همینطور. چرا سر و ته شدم من؟ قبلا فقط ازم متنفر بود، حالا ازم بیزاره. من باید هر طور شده اونو دوباره برگردونم. باربارا رو میخوای چه کارش کنی؟ اون از تو حتی بیشتر از من متنفره. منظورم پولا بود. باربارا کیه؟ من هیچ فکر نمی‌کردم یه روزی عاشق یه زن ورزشکار بشم. خوب میدونم چه حالی هستی رفیق جون. منم هر دفعه که نمیتونستم با باربارا تلفنی حرف بزنم میخواستم خودم رو تو رودخونه غرق کنم. این آوازم برای یه همچین روزی ساختم. دیگه عاشق شدن، آه کشیدم. آقا خواهش میکنم دیگه به اون مشروب ندیم باشه؟ چشم. من حاضرم با تمام دنیا بجنگم تو دوباره اونو برگردونم. عالیه، چه فکر خوبی کردی. ضمناً میتونی کاری هم برای من انجام بدی. تو به من بده کاری، درسته؟ پس خودتو به نفع باربارا بیمه یا حوادث کن که اگه اتفاقی برات افتاد من $1500 رو بگیرم و برگردم سر خونه زندگی. من همین الان باید برگردم. من باید یه راهی از میون دیوار یا روی دیوار پیدا کنم یا زیرش. یه چاله برای خودت زیر زمین بکن و رو خودتو خاک بدی. یه سوراخ زیر زمین. سوینی اون تونلی که به برلن شرقی راه داشت هنوزم هست؟ نه اونو منفجرش کردم. میدونستم ولی یکی دیگه دارم. کجا؟ بهت نمیگم. کجا؟ یالا بگو. ولی به کسی نگیم. نه آقا ببخشین، بفرمایید. ما کجا میتونیم یه حموم بخار فوری و یه سال قهوه داغ پیدا کنیم؟ بیرون دست چپ در دوم. فهمیدم. متشکرم. بریم سوینی. بریم. پسر اگه رئیس من میدونست دارم بی اجازه این کارو میکنم اخراجم میکرد. اینو که میدونی. تو شوخی میکنی. اونا حتما برای این کارت به تو پاداشم میدن. آخرین باری که خواستی به من کمک کنی برای 2 سال بیکار بودم. ولی یه دفعه اشتباه کردم. چیه؟ خیلی خوب، گوش کن. فقط در بزن و بگو اتاق خالی دارین؟ اتاق خالی دارین؟ بیا تو. یه اتاق قشنگ و دلباز با یه گنجه جادار. ببینم همه گنجه ها شکل هم دیگه. برید تو خودتون نگاه کنید. زود.
ساکت باش خوشگله. فولا خواهش میکنم یه دقیقه صبر کن. فولا به ناخنای من نگاه کن. مگه چطور شده؟ از بس زیر دیوار کندم زخمی شدن. هیچ میدونی من برای اومدن به اینجا و دیدن تو چقدر خودمو به خطر انداختم و چرا؟ بله تو 75,000 دلاری میخواستی. جونم به فدای هر چی خانمه، مخصوصا خانمای خوشگل بفرمایید. آره رو دسته بگیری. تو دختر قشنگی هستی. آره اندامت هم خوبه خوشگل، خیلی اندامت قشنگه. نه 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 مرکه پیر کسی. حرکت کن. 1 2 3 4 فولا ممکن حرفم گوش بدی؟ فولا این کارا رو ندارم ناقص از اینجا برو گم شو. بالا معذرت میخوام کنم. بیا شولزی هیچ کس بی عیب نیست. کی میخوای گذشته رو فراموش بکنی؟ هیچ وقت این مثال چخان. همونطور که من سرگردون کردی خودت هم یه گشتی بزن. بالا برو برو. دخترا فوراً دوش بگیرید. ای نیزه پرونه سرتق. خودش نمیگیری؟ تو برو حالا من میام. بالا تو باید به حرف من گوش بدی. از اینجا برو. میخوای تیر بارونت کنم؟ اگه بدنمو با گوله سوراخ هم بکنم تو باید زن من بشی. فهمیدی؟ شاید به کمک چند سوراخ نادرستی از تنت خارج بشه. زنت بشم؟ بخیال میکنی من اومدم چه تغییر جنسیت بدم؟ عزیزم من خیلی خوشحالم. شما اونجا چی کار میکنی؟ چرا نمیری دوش بگیری؟ برای اینکه دیگه حرف نزن، زود باشین لباساتون در بیاری. بله میدونین اون خیلی خجالتیه. خجالتی؟ بله خیلی. دخترا حالت خوبه؟ آره خوبه.
ما یه شاگرد جدید داریم که خجالت میکشه لباساشو در بیاره. شما نباید آبرون کنار. نه خواهش یالا بچه‌ها بیارین. بیرون لباساشو در بیارین. برو کنار. ولی چی میگین؟ دخترا خواهش میکنم. میدونم که ریختش زیاد جالب نیست ولی هرچی هست مال منه. مال اینه. کجا مخفیش کنیم؟ من میدونم کجا. منم میدونم کجا. گفتم که اون مال منه. حالا باید کمک کنین ما فرار کنیم. محاله اون بتونه از پلو نگهبانا رد بشه. محاله. چرا یه جوری اون خودشه. نگهبان. خدایا حالا چیکار کنیم؟ کجا قایمش کنیم؟ بچه‌ها قفلی. اونجا. ممکنه بگید چی شده؟ خیلی خوب، مرده کجاست؟ مرده؟ بله مرد. این میگه یه مرد اینجاست. یه مرد اینجاست دخترم؟ نه ما که مرد اینجا چی بهتره حقیقت رو بگی. من با چشمای خودم دیدمش. اونجا خوابیده بود روی اون تخت. بسیار خوب، ما پیداش میکنیم. بیا هم قطار. ساکت باشید. ساکت. یکی از شما یه مرد به اینجا آورده. آره من که مرد با این بود. نه آخه یه مرد اینجا چی کار داره؟ تفلکی اگه تو نمیدونی منم بهت نمیگم. من مطمئنم اون اینجاست. اون لباسای منو دزدیده. اون همیشه فکر میکنه یه نفر میخواد لباساشو در بیاره. معذرت میخوام ممکنه. متشکرم. هم قطار شولز، شما چه پاهای پشمالویی دارید. بله درسته. ورزش تمرین حالت زنانگی آدم از بین میبره. بیا بیرون. شما به چه اجازه اومدین اینجا؟ بیا. زندانیا رو بیارید. اطاعت. زندانیا رو بیارید. داد نزن باشد بده. دیدین قربان آوردم اینو. هم قطار شولز. بلی. فقط کافیه که شما در حضور همه به اشتباه خود اعتراف کنید. اون وقت من خودم شخصا ترتیبی میدم که شما از تمام امتیازاتی که در گذشته داشتید برخوردار باشید. شما میتونید دوباره به اون آپارتمان برگردید. من ترجیح میدم به کارخونه تراکتور سازی برم. متشکرم. هم قطار سابق شولز، این وظیفه منه که دستور محاکمه شما رو به جرم عهدشکنی خیانتکارانه و دلسرد کردن افراد تیم صادر کنم و شما آقای ویلیام میسون به جرم ضرر زدن به اقتصاد ما و ربودن ستاره قهرمان ما شولز به خاطر مقاصد خرابکارانه محاکمه میشید. و شما اعضای تیم، شما هم شهود محاکمه عادلانه این دو نفر خواهید بود. و بعد شما دو نفر تیربارون میشید. حالا مرخص. بسیار خوب قربان. همگی بیرون. بیرون. همگی بیرون. دوباره تکرار میکنم. همگی بیرون. همگی بیرون. باشید. ببخشید قربان. آیا زندانی‌ها رو به سلولشون برگردانم؟ اینا که میسون و شولز نیستن. چطوری این کار کردن؟ یک نفر به خاطر این کار تیرباران میشه. فکر میکنم من باشم به جون آقا. عشق من. شب
به جنبه یالا زودتر. اومدی. برو بالا. زود باش نباشو. صبر کنید. این منم. خدا آقای کلوز. بدون من حرکت نکنی. من که نمیتونم باور کنم. منم میخوام با شما بیام. خیلی خوب صبر شو. برو بالا. برو بالا. خواهش میکنم باشه ببرم شب کنین. زنده باد ببره مخشتلایی چه خبره؟ هیچ در بعدم برای توضیح میدم. موضوع خیلی قاطی پاتیه. بیا بالا عزیزم. صبر کن هم قطار. دیر اومدی قطار در. فیلم های دوبله دیگر در وبسایت مشهد فیلم.